فرزند استاندار دولت احمدی نژاد متهم اصلی پرونده فساد مؤسسات مالی. این پرونده 353 جلد داره که کل سپرده‌گذاران این مؤسسه 91,000 نفر و 6,036 نفر شاکیه که به جزئیات این پرونده در دقایق آینده میپردازیم. امیرحسین آزاد فرزند علی محمد آزاد، استاندار سابق استانهای سیستان و بلوچستان، همدان و ایلام در دولت محمود احمدی نژاده که متهم اول پرونده فساد مالی در مؤسسات مالی البرز ایرانیان و ولیعصر. دادگاه مفسدان اقتصادی این جلسه تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر. در اولین جلسه برخی اتهام‌های متهمان اول تا سوم پرونده قرائت شد. اتهام‌هایی که بنا به شکایت بیش از 6,000 نفر تبدیل به پرونده 353 جلدی شده و از حیف و میل پول‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های البرز و ولیعصر در کشورهای دیگه حکایت دارد. خرید یک واحد آپارتمان در کشور امارات و پرداخت 300 میلیون تومان در این رابطه به عنوان پیش پرداخت و حیف و میل این مبلغ متقابلا عدم توانایی تامین مابقی ثمن معامله. خرید خودروهای لوکس چند صد میلیون تومانی و بعضاً چند میلیارد تومانی به تعداد زیادی، آن هم در زمان واحد جهت مصارف شخصی متهمین و خانواده‌هایشان. خرید منازل مسکونی مجلل در بهترین مناطق تهران و پرداخت مبلغ چند صد میلیون تومانی جهت اجاره منزل برخی از مدیران. انجام سفرهای خارجی به منظور تفریح، خرید لوازم شخصی بسیار گران قیمت از قبیل ساعت، گوشی موبایل، اتکلان و غیره به هزینه‌های چند ده میلیون تومانی. نماینده دادستان از اعمال نفوذ متهمان در برخی استانها هم پرده برداشت. هرچند در این مدت شکایات و مکاتبات اعضای تعاونی البرز ایرانیان و بانک مرکزی به جریان افتاده است، اما اقدام مؤثری در جهت پلم شعبات از سوی مراجع انتظامی صورت نگرفته، چرا که متهمین با زدوبند و اعمال فشار به مراجع انتظامی از سوی مسئولین استانی موفق شده‌اند شعبات خود را فعال نگه دارند. پلیس امنیت عمومی نجات در پاسخ به علت عدم توقف فعالیت متهمین پس از مکاتبات بانک مرکزی به برخی عوامل از جمله حمایت مسئولین استانی و مقامات‌های مسئولین و غیره اشاره می‌کند. 4 نفر از متهمان این پرونده که امیرحسین آزاد فرزند علی محمد، حسین قریانی فرزند حسین، محمد بهرامی حسن آباد فرزند محمد، احسان حیدری فرزند علی اکبر که به قضاوت قاضی صلواتی در شعبه 4 دادگاه ویژگی به رسیدگی جرم اختلالگران و مفسدان اقتصادی پای میز محاکمه رفتند. اتهام این افراد افساد فی‌الارض از طریق اختلال عمده در نظام اقتصادی با علم به مؤثر بودن این اقدامات. 3 متهم ارضی برای دومین بار پای میز محاکمه قرار گرفتند. دومین جلسه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمین به اخلال در نظام اقتصادی کشور. این متهمان مدیران عامل 3 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه هستند که با وجود دریافت ارز دولتی گوشی‌ها را به قیمت گزاف عرضه می‌کردند. امروز در خصوص اتهام 2 تن از متهمانی که وکلای ایشان غایب بودند قرائت میشه. در ادامه نماینده دادستان کیفرخواست متهمان علیرضا سنجری مدیرعامل شرکت اسپیناس تجارت نیکان و محمد غالب علمداری مدیرعامل شرکت داتیس امرتات را قرائت کرد. آقای محمد غالب علمداری متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 69 میلیارد و 649 میلیون و 710,340 ریال. همچنین آقای علیرضا سنجری متهم است به شرکت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 42 میلیارد و 784 میلیون و 925,608 ریال. از آنجایی که در جلسه گذشته متهم سندباد سفرها مدیرعامل شرکت پارسامتل قشم بخشی از دفاعیات خود را ارائه کرده بود، امروز به جایگاه آمد تا به سوالات دیگر قاضی پاسخ بدهد. شما با کارت ملی آقای حامد صالحی
فاکتوری صادر کرده بابت 210 گوشی تلفن همراه، بعد میگه کس دیگری خریده. ما این کارو انجام، شما میفهمید که ما با کارت ملی ایشون فاکتور صادر کردیم. در بازار افراد با شرکای مختلفی دارن کار میکنن. زمانی هستش که دو تا شریک با هم کار میکنن و فاکتور به اسم شخص دیگه صادر میشه. ممکنه کسی که به مسئول قابل پذیرش نیست. رسیدگی به اتهامات این متهمان در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ادامه دارد. این پرونده 353 جلد داره و کل سپرده‌گذاران این دو مؤسسه 91,000 نفره که 6,036 نفر هم شاکی داره. توضیح میدید راجع به این که صحبتی ندارم. این متهم دومان سهند که صحبتی نداره همونیه که مالباخته ها رو تهدید میکنه. متهم 2 روز قبل با ارسال یک فایل صوتی بنده و یکی دیگر از شکات محترم را مخاطب سخنان تهدیدآمیز و نامناسبی قرار دادند که CD آن به پیوست تقدیم می‌گردد. تهدید شکات از طرف زندانیان و متهمین جز اینکه پرونده جدیدی در دادسرا تشکیل بده هیچ سود دیگری ندارد. او با همکاری 4 همدستش که یکیشون فراریه به اسم جذب سرمایه برای اشتغالزایی 150 میلیارد تومان پول مردم رو با فریب به جیب میزنن. ساعت کلکسیونی آقای رشید جباری‌فر و کامپیوترها و اموالی است که صرفاً جهت فریب مشتریان خود از آنها سود جستند. حالا دومان 186 شاکی داره و به اونها وعده‌های عجیب غریبی داده که البته محقق هم نشده. استفاده تورهای گردشگری دومان توکان از جت شخصی و لیموزین در پی قرارداد با شرکت رویان جت، سفر از بالی تا جزایر فیجی با کشتی‌های کروز دومان توکان. این متهم که گردش مالی 500 میلیارد تومانی داشته از جیب مردم به همدستاش هدیه و رشوه میداده. پرداخت سکه‌های طلا، کارت‌های هدیه، ارز بیشتر به صورت یورو در قالب ارتشاء. ادامه رسیدگی به پرونده این متهمان به جلسه فردا موکول شد. مؤسسه مالی البرز در بازه زمانی سال 1391 تا 1396 حدود 46,000 میلیارد تومان گردش مالی داشت و مؤسسه ولیعصر هم بین بازه زمانی اردیبهشت 1394 تا 1396 حدود 17,000 میلیارد تومان بوده. اما حدود 14,000 میلیارد تومان تعهدات مؤسسه البرز و حدود 259 میلیارد تومان از تعهدات مالی مؤسسه ولیعصر به سپرده‌گذاران هنوز پرداخت نشده و باقی مونده. دولت با ایجاد خط اعتباری 700 میلیارد تومانی به 2 بانک تجارت و کشاورزی مأموریت داده تا مطالبات سپرده‌گذاران رو تصفیه بکنه. بر این اساس بانک تجارت تا کنون 630 میلیارد تومان به 16,200 نفر از سپرده‌گذاران مؤسسه البرز پرداخت کرده و بانک کشاورزی 135 میلیارد تومان 15,000 نفر از سپرده‌گذاران مؤسسه ولیعصر پرداخت کرده و اونها رو تصفیه کرده. اما اون چیزی که مشخصه ما هر روز شاهد شنیدن خبر اختلاس توسط آقازاده ها و مسئولین هستیم.